هنوز ندیدی؟ سریال آرکان عالیه. La série Arcane elle est super. به زبان فرانسوی هم موجوده. حالا میخوام آهنگ استرومائه که در سریال آرکان هست برات توضیح بدم با ترجمه، نکات فرهنگی و زبانی. میتونی لینک هر قسمتی رو در هایلایت استوری آرکان پیدا کنی. بریم قسمت 2. La pire des bénédictions. La pire des bénédictions. حالا این یعنی چی؟ یعنی بدترین نعمت. در ادبیات فرانسوی وقتی دو تا کلمه که برعکس هم دیگه هستن جمع میکنیم میگیم une antithèse و کل داستان آهنگ دقیقا همین. دوست دارم، ازت متنفرم، دوست منی، دشمن منی. کل داستان این آهنگ داستانش همینه. antithèse. La plus belle des malédictions. La plus belle des malédictions. زیباترین لعنت. دیدی این دوباره یک آنتیتز هست. De toi je devrais m'éloigner. De toi je devrais m'éloigner. این یعنی چی؟ فکر کنم حد زدی. یعنی باید از تو دوری کنم. دیدی با تلفظ گفتاری je devrais شده je devrais. صدای ا رو حذف میکنیم. Mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Mais comme dit le dicton، اما همونطور که ضرب المثل میگه، دیکتون یعنی ضرب المثل، plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. بهتره همراه بدی داشته باشی تا اینکه تنها باشی. ببین این خیلی جالبه چون در زبان فرانسه یک ضرب المثل خیلی معروف و رایج داریم که دقیقاً برعکسش میگه تنها بودن از همراه بدی داشتن بهتره. mieux vaut être seul que mal accompagné. اما خب اینجا در آهنگ چون همش برعکس، همش آنتیتز هست، ضرب المثل رو برعکس کردن. حالا تو ترجیح میدی تنها باشی یا همراه بدی داشته باشی؟ تمام، ادامه در قسمت آینده. اگه اینو دوست داشتی لایکش کن.